خاطر چند باشید داخل شدین؟ سلام علیکم. راستش من دین درمدم و گفتم من پیغام دارم برسونم. راستش زره تلفن مرد دیگه نشید. اشقلب سلام علیکم همه کسا مردم خوبه برادرها برمدم گفتم باور من سلام علیک میکردم. اشقلب کار کی برای خیلی که این شکایت نیست یا که یگان چی نیست. مقصد که روز 20 چندم بود روز میتینگ من راستی 3 روزی در راه بودم دم جا بودم فراموش کردم چیسلا بود راستش روز میتینگ اشقلب مادر من قطعی خشتومن من دادرش اومده مهمونی خونه شون خیال کردین خسر بچه ما گرفتین بردینش تا حاضر نه مادرم نه خشتومنم نه تقوی اویلم بگیم نپدیدن فهمیدی میرم من بس سراغ شو که بچه همین آدما اومدن شما بعدی خوفتن اومده برده شو جوشیدن دو شوا یا روسیه است یکی نیست دو شوا 3 روسیه یکی نیستن و حکمت شما من گوش کنه نوم من وصیف عبدالخلیل من دادر عبدالرحیم وصیفم بدبختم من با شما کار دارم من تلخ رحمانوف یا مش زدم د کلینکا داگه پم جواب میتیم ویدیو هست تماشا کنید من استعفا رحمانوف گفتگیم با میگم رحمانوف جنایتکاره رحمانوف تروریست رحمانوف خوینه من شما را میگم که من در روپروی بدبختی همین کنسول برمدم گفتم که ترمیم بتیه شما نامرده وقتی که میترسه گروه 24 وقتی میترسه پیمان ملی وقتی میترسه نهضت بدبختا ترمیم بتیه من در آلمانم ترمیم بتیه والله قسم خودم طاقه میرم به یگان کامera به یگان چی خودم طاقه میرم قاعد صحبت میکنم شما 1 میلیون بیای همه تاجیکستان بیای من خودم طاقه قاعد شما میرم گام میزنم اگر مردکی به یگان پالیسای به یگان چی میدرون دادرنی هم سلام علیکم یا دقیقه التماس شما بدبختو چوا میره پدرو میرسه با مادرو برا بکش مادر ما بکش خشتومان ما بکش ویدیو کنه بکششو بدبختو من ایره نمیگردم من سال 2019 سلام علیکم سال 2019 من کرتای سفید پشوندگی در این راه برمدگیم من کفان ما هم 2019 پشوندگیم تکشتو کو همین سوال تمام جواب کنم نه به گپ ما تمام کنیم با گپ زدن گوخیا که یا دقیقه اورون به التماس من توپگه گوشت میکنم من در روشید میزنم ایدرام همینجا نمیتونم همینجا ایفیر درمده که هم گپا ما بگم در رادیو آزادی نویستم در ازدا نویستم در بامداد نویستم در اثر نویستم در همه نویستم ایرو شنبه بازار یگان جو نشر نمیکنه بسته که همین مردمی همه حکومت بفهمه که چی گپ دام دنیا چوه پدر مادر رو نمیبره شما مردک یا همین سوال ما جواب بدم بعد ای خوک تولد میشه برای همون که برادر عزیز تو منو ببر برادر پدر نالت پدر ریو ای خوک تولد میشه برای همون که حیوان میشه بشم پدر تایمو میگیره بود کیخده بس خوکیا ریو چت میشه بشم پدر مادر نبرک میشه میمون پدر مادرتون پدر مادر او چای تا خوک زایده فهمیدی نمیتره زایده خوگی فهمیدی با خوگی گشت موچ کردن ما بودیم بگورا شما بدخواهان شما تینجی وطن نمیخواهید وطن رحمانوف نیست حیوان وطن خواب داره شیروی نر تیا مادهی شکافی تو فهمیدی یا دقیقه میکروفون شما التماس گفت تمام کنم برادر کی هم گیره کنه که خواهرون ایروز مردم با خدا در دوره الان دوره برگم شاید میمونی حرام وقت ساعتش میاد کو چاپلوسا شما 92 میگه والله قسم این رژیم ما میشکنیم چاپلوسا برای شما حکومتی که پدر مادر را غم میته برای شما ما 92 را میوریم من میورم ان شاء الله پاجی شما هم که عذاب میکشین پاجی شما 92 میورم هیچ چیزا گوش کنید شما تروریستا پاجیز از تو زنک تبگی همین جیز سونده از بگه پناشیده تو ولی براد از تل سفینه گپ زن فهمیدی اینجا میدانی مو گپ میزنیم فهمیدی سرت نوشتا سر تبو جفان یا لیتر روغن میبره سرت گپ میزنی چهار بگونی وانیو چه جمع شده این ما ای تمکنیم و تاقی عجستان چیمه خوگو چهار دیدیان چکلیتون کدیم در همین بخشی پرسیدین انشاءالله پاجی در مادر عذاب میکشین
تو انشالله نگو، تو رحمانو بگو، تو خدای تو رحمان کن. فهمیدی؟ حیوان شما یا افلوسی نمی و بعدله سعیدی برو همین را دفش که این برادر خور نیست. یا افلوسی وان جان چهار پنج تا موی کمک دفش یا سگای دوی میبرانم میل سوق دفش کمره گپی خم نزنی. یا لحظه یا حرف بزنیم. همینجا موجود گفته که از خوک میزوید. والا یک لحظه سوال جاست که خودت هر گناهی میکنی در روز قیامت پدر مادر دست گناهات جواب میدن. مثلا خودت از 18 بالا شدی، پدر مادر در گناهات جواب وای. وقتی خدا برای فرزند از 18 بالا جواب سوالت نمیکنه، نمیپرسد، تو کی حرف میزنی؟ تو خودت تو کی؟ ما آخه سوال دادم، ما جواب دادم که ای خوب تولد میشوم. چرا کی سوالت کرده؟ تو درمادی گفتی که من دام سوال گفتی، بیا این اصلا سوال نکرده. تو کی اصلا سوال میکنه؟ تو کی اصلا سوال کنی؟ شما پیش همین نوع مهاجرت بسیار وقت گپ میزنید بین مخالف ای مهاجر فقط مهاجر در اسیا میره کار میکنه. من اینجا کار اومدم. من اینجا اومدم پلاکت گرفتم گفتم رحمانوف دیکتاتور، رحمانوف استعفا. انشالله پرجیز شما هم که در بدرم که عذاب میکشین پرجیز. من گفتم که بره بکشه شما ایره هم نمیگردم. فهمیدی؟ شما دایوس اینو که بے ناموس این دایوس. شما فکر میکنید که ما بے ناموس برای میشم که برو فهمیدی؟ شما فکر نکنید که ما ایره هم میگردیم. پدر من مادر من ای بچه مادری کبیری مادر نبود، مادری صبوری مادر نبود، مادر همین مادری مهاجرایی که میمرن نمیتونن مادرشو ببینن. مادر و مادر نبوده، مادری من مادری من او مادر فرق نداره، همون یا مادره. فهمیدی؟ اگر میبرن زندانش میکنن، اگر میبرن قتلش میکنن، اگر چیکار نمیکنن من ایره هم نمیگردم. فرزندی مادر ما بوده 30 سال بدبختا زندان کرده، این فرزندش در بدر کرده، خودش میبره ظلم میکنه. شما چه خیلی دولتی دموکراتیه؟ رحمانوف بنامی الان یه مرتبه رو پوبلیش نبود که دولتی من دموکراتی نیست. والله قسم من گپ زنم دیگه، والله قسم دیگه من در یگان جو گپ نمیزنم. بگو که یا بالیچکای من بکر روی که تمام بگو که واصف عبدالخلیل تاجیکستان دموکراتی نیست، تو میتونی که با دموکراتیش نیم پوتیوم گپ نزنی. من اگر گپ زنم لعنتی دنیا با من مردک شما با من کار بگه بچه. من با من برادر ما برده بچه لختی جگر ما گرفته برده بچه. ما یه عمر کار کردیم قدی پدرمو، یه عمر برده فرزند خوناندیم، 2 تا دیپلم داره ویشی ابرزوانی. بدبختا شما پوپوی. فهمیدی؟ با خدا می حکمت کرکره تا نمیدونه. من اگه خدمت گره نینا میگم تو اینا خوندگی 3 سال دیگه خوندگی اینستیتوت تمام. من خدمت گره عالم نمیگیرم که من چه ای رحمانوف من با سوادم بیار رحمانوف با من دبات کنه. مرحمت من رئیس حزب 500 پلوس بیار رحمانوف قطعا من دبات کنه که میتونه اوای دبات کرده. من اومدم شما من میدونم که دایره ما بر اومدم. من میدونم مادر من میکشم، پدر من میکشم، برادر من میکشن، همه را میکشن. من میدونم این چیزا نه که من برای وطن، برای ملت، برای انمی دین، برای انمی 3 چیز من خستگیم. انشاءالله یا که پرزیدنت میشم یا میکشم عمد تشیاتش تمام. من مبارزم ایس پس جدیدتر میبرم. بخدا رفتم میتینگ بنامی الله الهام بلند شد، بنامی الله ده چند خواه گرفتم، برادرها را دیدم. این هم همش برای من همو اکمن، این هم همش برای من عبدالرحیم وصیفن. این هم برادرها که در اکران میبینیشون همش برای من اکم. خاکی پای اینو تاری سره. شما کیه حکمتیو؟ یا تا اومده بدبختا گفتم رحمانوف اومده دیکتاتور خاصیت دشتا زده، جنایت کردی. یکم من بدم ده همونجا بدبخت یکم یا شتا زدی نم قری محمد جان بو ادمش دیگه زدی. تو زدی. اگر نمیزدی ما باش والله کار نداشتیم. ما پروست در مده گفتم که رحمانوف دیکتاتور میگن اومده. این همه قگب گفتیم. این جنایت نیست در دولت دموکراتی. نه که تو بدبخت یکم زدی آستینی کرتا در دست مونه. در تاریخ روز انقلاب میاریمش. آستینی کاستوم در دستی بچه‌ها ان شاء الله که روز انقلاب میاریم. میگم که همین تلخ رحمانوف بود. یا تا دیگهش چه شاورما فروش گرفت بدبخت
ساعت تقریبا 6 7 دام گاستیسای رحمانوف برمن ما صورت گرفت تقریبا من 1 ساعت وره قپیدن قطعه برادر دیگه کوشونیون با برادر دیگه قطعی ما را قپیدن پراورکا کردن دیگه ما را نموندن که او صبریم برای که ما سویتی صحبت کردیم ما را گفتن بچه‌ها که نه خیزه اجوت و نه جنبه لیکن ما خیلی سویتی کردیم ما را قپیدن مقصد اوجا های میکردن 3 نفره لیکن بچه‌ها بودن در اوجا مقصد دیگه من دیگه برفتم اوجا تمام شد بعد من دیگه ساعت 9 اوجا رفتم ساعت 6 نیم تا ساعت قریب 8 نیم قپیدن بعد دیگه با من میتینگ رفتم باقی همین گفتنیم که حکومت شما مردک شه با من زنگ بزنه قطعی من گپ زنه چون من با مادرم زنگ میزنم تلفن مادرم کار نمیکنه شما نیمه تلفنش کار شما خسر بچه من بردگی نیست وای تقوی اویلمای شما من دادرش بردگی بدبختو و ای دیگه قشلاق خونه اپاش مهمونی اومده شما گرفته بوده 3 روز آدمو نیستن حکومت اگه شما جواب بدی من در این رسانه پروسه حیران میشم که شانس شنبه بزرگ رنگ همه حکومت دوره گرفتن و خدمت ای برادر از شما رسانه شما در اروپا شما نمیتونم که که مردم معلومات اومد التماس نشر کنید در شما مرم من به خدا گرانی بسیار شکایت دارم درباره رسانه برای به خدا نشر کنید من نویسندگیم به همه تا گلاسوایات روی کردم ویدیو ما روی کردم صورتام روی تو کردم که من برادر فلان آدم مادرم فلان آدم گرفتم بردم محکم کردن جواب نیست شما رادیو آزادی چون نمیره آدمو تو دهم جای بار تحقیقات بران که همین آدمو گیجا شدن برای چی سبب آورده بازپرسی داره فرزندش برده چه 30 سال زندان کرده این بچه برده دربدر کرده مادرم چی گناه داره مادری من طرفدار رحمانوف اگه بره بپرس میگه شکرانه جناب اولی هوای میگه هم مادری من که بچه‌م ده همین راه نبره خطا هم هر روز میگه که ها مادرای من خطای من بس که اگیم گپ نمیزنم همین خدیلتیش منم نه که شما بدبختا کو میره خیال میکنه که من میگردم من گفته استم که والله قسم ایکو خیلی روز دوشنبه سه‌شنبه بود آزادی میبره ولی که دایگون رسانه دیگه بره بکشه هم مادر آدما مادر نبوده یا مادری من مادره مادری من قربانی شود امیره نه که من بدبختا یا که استعفا میتی رحمانوف کنکرت نمیره یا که من تا مردن ایترکو مبارزه میبرم تا مردن ایتره نه دیگه کسان بیارن که ظلم کنه من زیدی او را میزنم کبیری است او را بی زفر فرق نداره کدمش بیا همتری ظلم کنه بو من گپ میزنم زیش باقی خدا نگهبان تو بچه‌ها بسیاری باید گپ زدم به خدا سرم وای بعد امروز باید سی دیگه که فرزنددار شدم الحمدلله نامش مبارز میمونم ان شاء الله برای همون امروز هم باید مبارک باشه برادر امیدوارم که یگان مش پشت رسید بزنید اونجا یا مشت د کلینکا زاگیم ان شاء الله اجرش میگیریم در دنیا باز هم مبارز دیگه زیاد شد خوب برادر ان شاء الله که یه مبارز دیگه من قدر پیار کردم رحمانوف از 6 تا قدر دارم ان شاء الله که با قدر زیاد میشوند عبدالخلیل میگن داوجا چون آدم زیاد بود نمیدونم مش پش میرسید نمیرسید چون آدم زیاد داوجا یکو میرسه دیگه اونجا راستش که اون جایی که ما بودیم نه اومده در ویدیو خیلی بچه‌ها بودن اونجا میدونن که چیکار کردیم خواهش کنم که با خدا نگهبان تو با اجازت شما ما هم خورید شیم وایلو برادر سلام علیکم برادر زفر زنده باشی خندیدم شما ما مرگو زیادی بعد میخندیم